بلافاصله برم سراغ اصل مطلب، چون ویدیوی قبلی به صورت ناگهانی قطع شد و خاتمه پیدا کرد. داشتم میگفتم آیا وقتی یک نفر رو میخوان جراحی کنن وارد اتاق عمل میکنن، آیا خانواده فرد رو هم همزمان وارد اتاق عمل میکنن یا جراحی یک کار انفرادی هست؟ و ضمن سلام، وقتتون بخیر. یه اشاره کنم این ادامه ویدیوی قبلی هست، چون حافظه دوربین پر شد و من در جریان نبودم. عنوانش هم بود و یا همچنان هست آشنایی بسیار اندک با روانکاوی. یه 2 مورد باقی مانده. اگه یادتون باشه روانکاوی رو به جراحی تشبیه کردم و مورد آخر هم تفاوت‌های اساسی روانکاوی با روش‌های دیگه. روانکاوی چه مشخصه ها و ویژگی هایی داره که خاص خود این روش هست؟ خب در ارتباط با این که وقتی یک نفر رو میخوان عمل کنن، جراحی کنن و اون رو وارد اتاق عمل میکنن، خب به هر حال پاسخ مشخص هست. همسر فرد رو همزمان جراحی نمیکنن، وارد اتاق عمل نمیکنن، و یا خانواده فرد رو، دوستان فرد رو. این موضوع مهمی هست. روانکاوی یک پروسه انفرادی هست. بنابراین به گمان من چیزی تحت عنوان روانکاوی زوج شاید امکان پذیر نباشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه 2 نفر همزمان زیر نظر یک روانکاو بخوان روانکاویشون رو دنبال کنن امکان پذیر نیست. یا اعضای یک خانواده رو یک نفر همه رو بخواد تحت روانکاوی قرار بده، چنین چیزی امکان پذیر نیست. دلایل متعددی داره. یکی از دلایلش میتونه این باشه که چون کار خیلی عمیق هست و زمان میبره، بعد از یه مدت که روانکاوی آغاز میشه اون شخص نمیتونه اعتماد کامل داشته باشه به روانکاو، چون به هر حال یکی از نزدیکانش هم در اون جلسات حالا در روزهای دیگه، ساعتهای دیگه شرکت میکنه. یکیش مسئله اعتماد هست و عمیق بودن کار. حالا موارد دیگری هم هست. پس جراحی به صورت انفرادی انجام میشه. هیچ یک از دوستان، خویشاوندان و اعضای خانواده اون فرد به هیچ عنوان نمیتونن زیر نظر اون روانکاوی بشن به صورت همزمان. و خب این از این مورد. موارد متعددی هست که مثلا یک نفر زنگ میزنه، برای همسرش میخواد وقت بگیره، برای دوستش میخواد وقت بگیره، برای پارتنر به همین صورت. یه مورد مهم دیگه اینه که لازمه خود فرد تماس بگیره از همون ابتدا. یعنی اولین قدم رو همون کسی که دچار درد و رنج هست برداره، چه به صورت تلفنی چه به صورت حضوری. خود فرد درخواست وقت کنه برای روانکاوی. و مورد آخر که بدین گونه ویدیوی قبلی خاتمه پیدا میکنه و اون خب مورد خیلی مهمیه و اون اینه که چه تفاوت‌های اساسی روانکاوی میتونه داشته باشه با روش‌های دیگه. خب به طور حد ناخودآگاه دنیای روانکاوی هست. یعنی وقتی صحبت از سایکو آنالیسیس میشه، تنها حوزه‌ای که در این روش به اون پرداخته میشه اصطلاحاً هست unconscious یا the unconscious، یعنی ناخودآگاه. پس روش روانکاوی به هوشیاری، آگاهی یا consciousness به این حوزه ها کاری نداره. این حوزه ها رو میشه با کتاب خواندن، مشورت کردن، دوره‌های آموزشی گذراندن، این حوزه ها رو میشه پوشش داد. اما تنها روشی که به حوزه ناخودآگاه میپردازه که داستانش بسیار مفصل، اصلا ناخودآگاه یعنی چی؟ به چه معناست؟
این روش روانکاوی است. از چند مثال استفاده میکنم تمثیل که زندگیات زیگموند فروید مطرح کرده، منتها در جریان باشید من فقط مثاله بسیار ساده است، فقط سرنخ‌هایی رو بسیار 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 ساده و ذره‌ای با این مثال‌ها شاید بشه در اختیار مخاطب قرار داد. اولین مثال این میتونه باشه که زندگیات زیگموند فروید دو شغل رو مقایسه میکنه. یکی شغل مجسمه سازی با شغل نقاشی. این دو حرفه رو مقایسه میکنه. کاری که مجسمه ساز انجام میده چه کاری هست در مقایسه با کار یک نقاش. خب همونجوری که در جریان هست یک نقاش، هنرمندی که حرفه نقاشی رو دنبال میکنه روی یک بوم سفید از بیرون رنگ اضافه میکنه. پس یک سطح و بوم سفید رو داره که از بیرون شروع میکنه تکه های رنگ رو روی اون سطح بوم قرار میده و در انتها شما شاهد یک تصویر نما و عکس نقاشی، حالا میشه گفت شاید زیبا، در انتها شاهد چنین تصویری هستید. پس از بیرون چیزهایی با اون سطح اضافه شده. این کار یک نقاش هست. اما کاری که یک مجسمه ساز انجام میده اینه که خیلی آهسته، پیوسته سطح سنگ رو کنار میزنه. به اصطلاح مجسمه رو میتراشه و به مرور زمان با کنار زدن سطح سنگ با اون ابزار خاصی که داره از دل اون سنگ یک مجسمه استخراج میشه. البته به طور حتم این مثال‌ها رو میشه نقد کرد ولی فقط خب تمثیله. پس از دل سنگ مجسمه‌ای در نهایت با زحمت و تلاش و کوشش استخراج میشه. این کاری هست که در روانکاوی اتفاق میفته. از بیرون چیزی به فرد تحمیل نمیشه، به فرد تلقین نمیشه. روی بوم سفید از بیرون چیزی گذاشته نمیشه، نه، سطح سنگ شکافته میشه، کنار زده میشه و به مرور کنده میشه، کاوش و در نهایت از دل سنگ اون مجسمه خارج میشه. یه مثالی هم زندگیات ژاک لاکان مطرح میکنه در ارتباط با روانکاوی و ناخودآگاه. اون رو هم حالا از فرصت استفاده میکنم. مثالی که ایشون مطرح میکنن به این صورت هست که حتما همه این رو به خاطر دارید که در سالهای گذشته وقتی عکاسی انجام میشد، بعد از اینکه عکس ها گرفته میشد یه چیزی به اسم نگاتیو، شاید بشه گفت محصول اون عکاسی نگاتیو بود. یک خیلی از عکس کوچکتر، باریک و یه رنگ خاصی، بگیم حالا سیاه و سفید، یا به هر حال اون نگاتیو ها رو شما نمیتونستید به صورت شفاف و عیان ببینید که چه تصاویری، چه عکسی هست، وضوح نداشت. باید یه سری کارها روی نگاتیو انجام میشد یا اصطلاحاً نگاتیو در اتاق خاصی، حالا تاریخخانه شاید بشه یکی از نامهاش بود. در نهایت شما این ظاهر میشد. پس یه سری از کارها روی نگاتیو انجام میشد در یک اتاق خاص. در نهایت شما میتونستید به وضوح و آشکار عکس ها رو مشاهده کنید. این یکی از مثال هایی هست که میشه در ارتباط با روانکاوی به کار برد. ناخودآگاه اینگونه وارد هوشیاری و آگاهی میشه، نمایان و پدیدار میشه و اون موقع این امکان وجود داره که به وضوح عکس هایی که از قبل بوده
اما قابل مشاهده نبود. این عکس ها حالا ظاهر میشه، حالا وارد آگاهی میشه و ناخودآگاه اصطلاحاً میشه خودآگاه. خب پس دنیای روانکاوی از همون اولین قدم تا انتهای مسیر مربوط میشه به ناخودآگاه. بعضی جا میگن ضمیر ناآگاه، ناخودآگاه. به هر حال ترجمه کلمه unconscious هست. برای اینکه یه نفر بتونه به ناخودآگاهش دسترسی پیدا کنه و وارد این دنیا بشه، باب جدیدی به روی این فرد باز بشه، نکته بسیار مهمی هستش که این با مطالعه امکان پذیر نیست. یعنی شما هزاران هزار کتاب هم بخوانی، این ارتباطی به ناخودآگاه نداره. این فقط با کار روانکاوی در کلینیک امکان پذیر به مرور زمان. به عبارت دقیق‌تر، برای اینکه یه نفر بتونه وارد دنیای ناخودآگاهش بشه، لازمه تمام کتاب‌هایی که خوانده بره کنار. پس نه تنها خواندن کتاب به این رویه کمک نمی‌کنه، بلکه تمام کتاب‌ها، مقالات، شنیده‌ها، عرض کنم که دوره‌هایی که گذرانده، همه اونها یواش 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 باید بره کنار تا به قول یک آدم حکیم و دانایی بتونه کتاب زندگی خودش رو بخونه. پس برای خواندن کتاب زندگی خود لازم تمام کتاب‌هایی که خوانده شده، چون این کتاب‌ها روی اون کتاب رو پوشانده، روی اون حقایق رو پوشانده و اونها رو مخفی کرده. با روش خاص روانکاوی به مرور زمان همه اینها کنار زده میشه تا فرد بتونه کتاب یا کتاب‌های دقیق‌ترش کتاب‌های زندگی خودش رو بخونه. کتاب‌هایی که مربوط به یک نفر هست روی کره زمین و اون خود روانکاوی شونده هست. اصطلاحاً بهش گفته میشه انالیزانت یا آنالیزانت. و مورد آخر که باز دوباره مربوط به مشخصه های روانکاوی هست، فروید یک مقاله‌ای داره، چون اینو من خیلی شنیدم چه در تماس‌های تلفنی چه در مراجعه‌های حضوری، که ظاهراً افرادی هستن که شما میرید پیششون خوابتون رو تعریف میکنید. همینجوری که من دارم صحبت میکنم، شما اونجا یک دیالوگ دارید. ابتدا البته اول مونولوگ هست، یعنی یک نفر صحبت خواب رو تعریف میکنه، بعد بلافاصله فرد خواب این آدم رو تفسیر میکنه. توجهتون رو به این نکته جلب میکنم که هرگز اسم این روش ها روانکاوی نیست، هرگز نیست. اگر به این راحتی بود و به قول معروف خیلی شسته رفته و خیلی کوتاه و من خوابم رو تعریف کنم و یه نفر تفسیر خوابم رو بگه که خیلی عالی بود. نه، فروید در این زمینه یک مقاله‌ای داره تحت عنوان Wild Psychoanalysis، ترجمه شده روانکاوی وحشی، یا برخی مترجم‌ها روانکاوی بی‌قاعده این رو ترجمه کردن. Wild، وحشی، بی‌قاعده. یکی از نکته‌های خیلی مهم که در این مقاله فروید بهش اشاره میکنه همین هست، اینکه بلافاصله به فرد تفسیر میدن، بلافاصله تعبیر میکنن خوابش رو. یه چند مورد اینجا خیلی مهمه، حائز اهمیت هست، و اونه که اگه قرار بود که با سخنرانی روانکاوی انجام بشه که دیگه اصلا اسمش روانکاوی نیست. چجوری بگم؟ ببینید
این مورد مهم رو توی پرانتز بگم. از زمانی که بشر بوده تا همین امروز آدم‌هایی هستن به عنوان جادوگر، یعنی شغلشون جادوگری، یا فالگیر هستن، یا کفبین هستن، پیشگو هستن و عناوین این چنینی. پرسشی که از حضورتون دارم اینه که فکر میکنید چرا از زمانی که بشر بوده، حالا در جنگل ها، قبایل، حالا خیلی سال قبل از اصطلاحاً تمدن، چرا یه همچین انسان‌هایی تا همین امروز، از اون موقعی که بشر بوده تا همین امروز، پرسشی که از حضورتون دارم، سوالی که دارم اینه، فکر میکنید چرا یه همچین آدم‌هایی بودن، هستند و خواهند بود؟ آدم‌هایی به اسم جادوگر، کفبین، فالگیر. پاسخی که به ذهنم میرسه، حالا یکی دو پاسخ، شما میتونید روی این پرسش فکر کنید. یک، درخواست‌های خود انسان هاست. یعنی وقتی یک انسانی مراجعه میکنه به یک حالا شخصی و خوابش رو تعریف میکنه، درخواست میکنه که معنی این چیه، یکی از علتاش وجود آدم‌هایی هستن با چنین درخواست‌هایی. یعنی انقدر چنین درخواستایی شده و هست که چنین قشری به وجود میان و با چنین عناوینی کار میکنن. تا دلتون بخواد از بشر سوء استفاده شده و همچنان میشه و خواهد شد، چون بشر چنین درخواستی داره. سوالش رو میپرسه، بلافاصله پاسخ میخواد. خوابش رو تعریف میکنه، بلافاصله میگه به من بگو معنی خوابم چیه. پس یکی درخواست‌های چنین انسان‌هایی موجب میشه چنین قشری به وجود بیاره. مورد دیگه میتونه درماندگی بشر باشه. یعنی بشر از روی ناچاری، از روی ناتوانی و درماندگی به هر، به قول معروف، به هر جایی چنگ میزنه، به هر کسی پناه میبره. هنوز که هنوزه انسان بسیار درمانده است. با اینکه این همه پیشرفت ها بوده و هست. من هر از گاهی ساعت رو نگاه میکنم، چون 15 دقیقه بیشتر نمیخوام به طول بیانجام ویدیو و امیدوارم که این اتفاق نیفته، چون مشکلاتی خواهد بود برای آپلود و چنین مسائل. انسان در برابر نیروهای طبیعت بسیار ضعیف و درمانده است. همچنان در سال 2024 یک سیل میتونه بسیاری تلفات رو منجر به بسیاری از تلفات بشه. زلزله، طوفان، خیلی از نیروهای طبیعی انسان زورش به اینها نمیرسه. همچنان انسان نتونسته و نمیتونه کاری کنه که نمیره. یعنی از پس مرگ و پایان هنوز بر نیامد. چنین مواردی همش نشان از ضعف و ناتوانی انسان. خب این باعث یک سری درخواست ها میشه. حالا اینم یه مورد دیگه و از همه اینا مهمتر، هوش یک سری از آدم هاست. اون آدمی که فالگیره کف دست شما رو نگاه میکنه و راجع به آینده و سرنوشت شما صحبت میکنه، احتمالا اون آدم باهوشیه، حداقل از شما باهوشتره، چون داره بدین گونه از شما سوء استفاده. و در نهایت بخوام صحبت هام رو خاتمه بدم، اینا اسمش روانکاوی نیست. اگه قرار باشه در روانکاوی هم کاری که جادوگرها انجام میدادن و میدهن، فالگیرها، کفبینها، پیشگویان، دیگه اسمش روانکاوی نبود. و فروید در مقاله وایلد سایکوآنالیسیس یا روانکاوی وحشی یا بی‌قاعده اشاره میکنه که آقا، آیا مواردی که شما داری به اسم تفسیر بلافاصله به فرد میگی، به فرد اصلا کمک میکنه؟ آیا اون فرد اصلا آمادگی روانی لازم رو برای پذیرش این مسائلی که شما میگی رو داره؟ و اگر این آمادگی روانی لازم رو نداشته باشه که اصلا نمیپذیره صحبت شما.
اصلا این صحبت ها نه تنها بهش کمکی نمیکنه بلکه باعث میشه که فرد گارد بیشتری بگیره. خب این هم در ارتباط با مورد آخر. پس دنیای روانکاوی دنیای ناخودآگاه هست و در پایان خوابها خودشون به مرور زمان در مسیر روانکاوی باز میشن. معنای خواب شما رو در کتاب ها نمیشه پیدا کرد. معنای خواب شخص شما رو سخنرانی یک نفر دیگه عیان نمی‌کنه. نه، در کاری که زحمت میطلبه، رنج به همراه داره، باید براش وقت صرف کرد، هزینه کرد. در مسیر روانکاوی، در سفر روانکاوی، خواب شخص شما که مختص شما هست معنای اون خواب، یعنی پیامی از شما به شما. این خوابها خودشون آهسته یواش یواش باز میشن. خب بدین گونه خوشحالم که ویدیوی قبلی فکر میکنم به اتمام رسید و شاد و تندرست باشید. فعلا خداحافظ.